تو نمیتونی تغییر کنی؟ 1000 بار تصمیم گرفتی منظم باشی و نشد. نکنه فکر میکنی تنبلی، ضعیفی یا بی اراده‌ای؟ نه رفیق، مشکل تو نیست. مشکل اون چیزیه که توی سرت نشسته. مغز انسان برای موفقیت طراحی نشده، برای بقا ساخته شده. تحقیقات دانشگاه MIT نشون داده وقتی تصمیم میگیری عادتی رو تغییر بدی، مغز اون رو به عنوان خطر تفسیر میکنه. بخشی از مغز که مسئول ترس فعال میشه و با هر چیزی که براش ناشناخته است مقابله میکنه، حتی اگه اون چیز به نفعه. از طرفی مغز دنبال پاداش سریعه، یعنی به جای درس خوندن ترجیح میده بره سراغ گوشی، چون راحت‌تر و فوری بهت لذت میده. پس اون مقاومت درونی یه ضعف شخصی نیست، یه واکنش دفاعیه که از هزاران سال پیش با ماست. اگه تصمیم میگیری که صبح زود بیدار شی ولی صبح دوباره زنگ ساعت رو قطع میکنی، یا تصمیم میگیری درس بخونی ولی یهو میبینی تو اینستاگرامی، بدون که تو تنها نیستی. طبق تحقیق از دانشگاه دوک، حدود 40% رفتارهای روزمره ما از روی عادت انجام میشن، نه تصمیم آگاهانه. یعنی تو فقط تکرار الگوهایی هستی که مغزت بهشون عادت کرده. آدمای موفق اونا هم همین مغزو دارن، فقط فرقشون اینه یاد گرفتن چطور مغزشون رو دوباره تربیت کنن. اما 3 راهکار ساده ولی علمی برای دور زدن مغز. 1. ترکیب سختی با لذت. یه رفتار مفید رو با یه چیز لذت بخش جفت کن. مثلا فقط موقع کار کردن موزیک گوش بده. مغز شروع میکنه به ربط دادن اون کار سخت با یه حس خوب و مقاومتش کم میشه. پژوهش‌ها نشون داده این کار باعث موندگاری بیشتر عادت‌های خوب میشه. 2. کار در بازه‌های کوتاه. مغز توانایی تمرکز طولانی مدت نداره. 25 دقیقه تمرکز کن، بعد 5 دقیقه استراحت بده. این مدل باعث میشه مغز نفهمه سخت کار کردی، ولی نتیجهش چند برابره. 3. فقط یک کار مهم در روز. شب قبل یه دونه کار مهم برای فردا بنویس. فقط یکی. این کار مغز تو از تصمیم‌های زیاد نجات میده و تمرکزت میره روی چیزی که واقعاً مهمه. طبق مطالعات دانشگاه استنفورد، وقتی انتخاب زیاد داریم، انرژی روانیمون زود ته میکشه. مغزت نمیخواد اذیتت کنه، فقط ترسیده که تو آسیب ببینی. برای همینه که جلوی تغییر رو میگیره، ولی حالا تو میدونی چطوری باهاش کنار بیایی. نه بجنگی باهاش، نه تسلیمش بشی، بلکه آروم آروم راهی که میخوای رو بهش نشون بدی. اگه این ویدیو برات مفید بود، همین الان لایک کن، سابسکرایب کن و تو کامنت ها بگو امروز کدوم یکی از این 3 تکنیک رو امتحان کردی. یادت نره، مغزتو نمیتونی عوض کنی، ولی میتونی تربیتش کنی.